هموطنان عزیز، امروز اویله یکی از برادران ما در مشکلی سخت قرار دارد. جگربند خاندان عزیز احسان جان به بیماری گیدروسفلی ناجوری مغز سر گرفتار شده است. برای معالجه این بیماری 70,000 صبحانه مبلغ لازم است. از مردم سخاوت پیشه خواهش کرده می شود که به این عائله کمک نمایند. خواهشمندان می توانند به رقمی در اکران نشان داده شده در تماس شوند. خلق عزیزم، همین گردگی نابالغی من و کسلی گیدروسفلی گرفتار شده است. از شما خلق عزیز خواهشمندم که به من یاری خود را رسانید. سخاوتمندا، از شما التماس میکنم که خیر و سخاوتتان را به فرزند من رسانده این گردگی نابالغ من زنده